منطقه محض به همایش، همگرایی و صلح نیاز داره، زیرا کشورهای منطقه در تنهایی بسیار ضعیف میشن. ساختار این منطقه هم خیلی است که این کشورهایی که ولی ساختن اینا یک واحدهای صنعی سیاسی تاریخی هستند، ولی از نظر تمدنی آسیای مرکزی یک حوزه یگانه است که هم فرهنگش، هم تمدنش، هم اقتصادش، هم اقلیمش، هم امنیتش در یک جایگی شکل گرفته است. بنابراین تنها در حالت همایش و دوستی و نزدیکی اینا میتونن امنیت خود را تامین کنن. بنابراین اگر فقط جنبه امنیتی و سیاسی همین سازشنامه گیم، ما میگیم که در این سازشنامه امنیت منطقه و امنیت هر یک کشوریان در علاهیدگی انعکاس یافته است. ببینید همین از جمله تاجیکستان، کشوری که ولی در مرکز این سازشنامه قرار گرفته است، از نظر ژئوپلیتیکی کشوری بسیار عجیب است. ما ساختار ما هم خیلی است که ولایت ختلان، حصار اینا یک بخش از خراسان تاریخی اند، اینا دروازه ما به سوی جنوب اند. اینا بدخشان با تمام بلندیش این دروازه ما به سوی هند و چین و او طرف است. ولی ولایت سوخت این بخش از وادی تاریخی فرغانه است و به سمت استوای مرکزی. بنابراین در خوجند امضا شدن همین مسئله بسیار رمزی است، زیرا خوجند یکی از شهرهای اساسی وادی فرغانه است که همین مسئله‌ای که ما این سالا داشتیم بیشتر به وادی فرغانه داخل داشت. و عموما در تحلیل ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی دو منطقه حساس است، یکیش بدخشان، یکی وادی فرغانه. اگر شما آسیای میانه شناسی امریکا، اروپا، روس، چین گیرید، قریبی که بیش از نصف تمام آثار و مقاله و کتاب ها محض در موضوع بدخشان و فرغانه اند، زیرا جهانیان به اینا توجه دارند. چرا؟ بدخشان همچون موقع مهم استراتژی، بینید در این تاریخ رومی ها هم عشق بدخشان، بریتانیا هم، یونانی هم، روس هم، همین گونه فرغانه. من در امریکا اروپا بودم، این اینستیتوت های فرغانه شناسی است. اونا فرغانه را همچون وادی نیزاهای آینده می‌آموزند. میگن در اینجا بالای آب، بالای مرز، بالای زمین، بالای انسان، بالای ریسورس ها و جنگ های کلان میشه در آینده. همخه کتاب ها هست. ولی اقدامی که پیشوای ملت کردن به میان جگر با یک روحیه دوستانه تمامی و علمی غرب بیکار کرد به خدا. چونکه اونا انتظار بدن که این وادی فرغانه حتما میترکد، چونکه همین خیلی مرکب است، همین خیلی سیرحالی است، همین خیلی بالاش توجه جهانی است. ولی این جوابی که ما دادیم همه اینا را یکسو گذاشت و در عموم همین سازشنامه 5 بحث حل کرد. من فقط میشونم بحث بین تاجیکستان قرقیزستان، این یک بحث بین ازبکستان و تاجیکستان، بین بحث قرقیزستان و ازبکستان چه خیلی گفتن 100 سال 101 سال بود، از سال 24 با دو بحث دیگری 200 ساله، بحث آسیای مرکزی و بحث وادی فرغانه. اگر هم این را خلاصه کنیم ما میگیم که پس همین سازشنامه دقیقاً منفعت های همه کشورهای منطقه را افاده میکنند، زیرا اونا در تنهایی نه امنیتشون تامین کرده میتونن، نه اقتصادشون رشد داده میتونن، نه او گذشته و آینده فرهنگیشون ساخته میتونن. بنابراین این سازشنامه برای ما امکان داد که همین پتانسیل بزرگ منطقوی دوباره به کار درآید. این بسیار مهم است و از جمله تهدیدهایی که به این منطقه است، از جمله تهدید افراطگرایی برای ما، برای قرقیزستان، برای ازبکستان، برای همه منطقه یک است. بنابراین او را تنها در یک جایگی ما میتونیم مقاومت کنیم. بنابراین جنبه امنیتی بزرگ دارد و نهایتاً در نمی کار ما افتخار داریم که در مرکزی چنین یک کارنامه بزرگ ما از تاجیکان ایستادند، پیشوای ملت ما ایستاده است، ما از مفهوم نوروز ایستاده است و ما دیدیم که نوروز چگونه میتوند متحد کنه. در سایه نوروز، در پرتو نوروز یا جمع شدن، امضا کردن، جشن کردن و در حقیقت ما توانستیم منطقه را صاحبی کنیم. وگرنه اگر ما میموندیم که میان روا پیدا شوند در این مذاکرات، کسای دیگر وارد این جنجال شوند، این نزاع به آخر دوام میافت.